خب سومین پاک‌کنی که ما ازش استفاده میکنیم پاک‌کن فرچه‌ایه که کاربرد خیلی زیادی داره و من 3 تا ازش دارم. بعد اینکه همیشه تیز باشه. بعد از پشتش میتونیم به عنوان جارو استفاده کنین. وقتی جارو رو پاک میکنین اینو میتونین بزنین و اون آشغالایی که هستش بره. بعد این که همیشه تیز باشه، اینم همیشه تمیز کنی وقتی ازش استفاده میکنی. برای بافت روی صورت، برای بافت توی ابرو، برای بافت ها کامل مناسبه. حتی جایی که تیره شده، وسط تیرگی میتونی از این استفاده کنی، خیلی کمک میکنه برای روشنایی کارتون. و خب محو کن که مسلما خیلیا کارشو میدونن، برای جایی که محو بشه یا بزنی داخل پودر و برای آوردن جایی از لکه‌های صورت ازش استفاده کنی. از محو کن.